کجا رفت گل عشق ما. خب فارسیتون رو تست کنم. خیلی ساده است، کلماتش فارسیه، لحنش افغانی عاشقانه است. من خیلی دوستش دارم. چی میگه؟ میگه حال من ویرون، افغانیش میشه ویران. حال تو ویران، روی موجا رفت گل عشقمان. سخت بود تا اینجاش. چی شد پس؟ حال من ویران، حال تو روی موجا رفت گل عشقمان. کی هست که از ما خبر داره؟ از دل دریا گلو برداره. سخت بود. حال من ویران، حال تو ویران. میخوام هر کی، آخه یاد گرفتن یه چیزی خورده سخته، تقدیمیه. هر کی این دو خطی که داره اینجا یاد میگیره و با ما میخونه رو میخوام خودش جدا جدا تقدیم بکنه به کسی که تو دنیا از همه بیشتر دوستش داره. حالا اگه اونی که خیلی دوستش دارین پیشتونه، کنارتونه، نزدیکتونه که واقعا خوش به حالتون. اما اگرم نه، شما دوره یا خیلی دوره، بازم فرقی نمیکنه. این انرژی رو براشون بفرستید، مطمئن باشید که خوبش و زودش رو برمیگردونم بهتون. حالا که میخواین صداتون رو تقدیم عشقتون بکنید، هر کی میتونه تو دستش یه نوری هم روشن کنه. هر کی میتونه تو دستش یه نوری هم واسه عشق خودش روشن نگه داره که دیگه این میشه دوتا. حال من ویران، حال تو ویران. من میگم از اون بالا یه صدای خیلی خوبی پر انرژی تو آهنگای قبلی میامد. ندیده بودمتون اینجوری. همیشه انرژی بالکنیا و اون عقب سالونیا و وسط سالونیا خیلی عالیه. بعد یه چیزی تو این اجرا، این ردیف جلویام خیلی خوبه. این ردیف‌های اصلی که با صندلی نشستن یه مقداری همیشه داونن. میخوام همه با هم یه انرژی دست جمعی این دو خط رو بخونیم، به من اعتماد کنیم همه. بعدش میخوام بریم توی یه آهنگی که همتون راضی باشید. حال من ویران، حال تو روی موجا رفت گل عشقمان. کی هست که از ما خبر داره؟ از دل دریا گلو برداره. حال من ویران، حال تو ویران، روی موجا رفت گل عشقمان. کی است که از ما خبر داره؟ از دل دریا گل برداره. میشه یه دفعه دیگه واسه دل من و اون چند نفری که اصلا هیچ جور همراهی نکردن؟ چون بعضیا شعر رو یاد گرفتن خوندن، بعضیا شعر رو نتونستن یاد بگیرن همینجوری با ما زمزمه کردن، بعضیا هیچ کدوم سرشون رو تکون میدادن، یعنی با ما همراهی کردن. میخوام یه دفعه دیگه بخونیم که همه سالن هر کی هر جور بلده با ما همراهی بکنه. حال من ویران، حال تو